دشنام دادن چه حکم دارد؟ بعضی ها به هم شوخی میکنند و همدیگر را دشنام میدهند. حبیب خدا مسلمان نشانش گفتند. مسلمان کیست؟ حبیب خدا گفتند مسلمان آن کسی هست که از دست و زبان او کسی آزار نمییابد. آیا اگر شما را کسی دشنام دهد دل شما آزرده نمی شود؟ آزرده می شود. دل شما درمند می شود. آدم مسلمان، آدم مؤمن باید دشنام کننده نباشد. آدم دشنام کننده، رسول اکرم گفتند کسی که آدم مسلمان دشنام میدهد وای فاسق است. گفت فاسق شاهدیش در نکاح در مذهب امام اعظم درست است. آدم دشنام دهنده را در نکاح اگر کسی داند نمی دشنام کننده است در نکاح وای ما شاهد نمیگیریم. فاسق درست نیست شاهدیش. نماز در پیش درآید نماز مکروه است. در باب مکروهات نماز میگه حتی لباست اگر چرک باشد با اون نماز نخوان که نمازت ثواب ندارد. چرک باشد اگر لباست بویناک باشد با اون نماز نخوان که نمازت ثواب ندارد. میگوید صاحب مختصر میگوید. صاحب مختصر هم از کجا میگوید؟ از حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید شما وظیفتان این است که پیش از جمعه آمدن حتی شما باید با صابون ها بدن هاتون شوین. آن چیزی که زیادی که در وجود شما تازه کنین، تراشین، پرتاین، بدن هاتون خوشبوی کنین، آمده در نماز جمعه اشتراک کنین. انا این نشانه ایمانداری شما است. این وظیفه های پیش از جمعه شما هست. ولی در پهلوی بعضی نشسته نمیشود دیگر. یا جویره بدبو میکند، یا بدنت بوی میکند، یا همون پشمای زیر کشت مثال تازه کردگی نیست. این مقصد در برت نشسته نمیشود.